الان یه خورده میدونم وسواسگونه هم شده. خودم دارم حتی این رو هم ابزرو میکنم که انگار مثلا شما میگید تا وقتی چراغ روشن هستی سعی کن که آگاه بشی به ذهنت، انگاری که یه مسئولیتی دارم و اینو میخوام با عجله که من قبل از اینکه ترک این کار بودم بکنم بتونم اون انرژی برتر رو عمیقا درک کنم. انگاری که اون انرژی برتر داره میگه که من چقدر مشتاق بودم که تو رو درک بکنم ولی اون مانعه نذاشت. خب منم همینم حسین. خب و خیلی دوست دارم که این اتفاق برای من بیفته. بسیار عالی لیلا، سوال جالبی داری میپرسی. این دوست داشتنه خیلی مقدسه، درسته از جنس دیزایر، ولی نگاه کن آدما دیزایرهای مختلف دارن، دوست داشتنهای مختلف دارن. یکی دوست داشتن اینه که خیلی بیشتر پول در بیارم، یکی دوست داشتنش اینه که خیلی بیشتر غذا بخورم، یکی دوست داشتنش اینه که خیلی بیشتر رابطه جنسی و سکس داشته باشن. یکی هم دوست داشتنش اینه که خدایا خودت به من نشون بده، اون جایی که من میتونم برسم و به هم نشون بده. این خیلی بهتر از اون دیزایر هاست، ولی همچنان یه دیزایره. و من اگه ازت بپرسم، خیلی جالبه اینجا لیلا، میخوام خیلی عمیق ازت بپرسم، چرا میخوای اون احساس رو داشته باشی؟ جوابت اینه چون فکر میکنم خوشحالم میکنه، چون فکر میکنم اون چیزیه که من میخوام. و در نهایت نگاه میکنی میبینی هنوز درباره منه، که من به یه جایی برسم که خیلی بالاست، خیلی خوشحال کننده است، خیلی هیجان انگیزه، خیلی لذت بخشه، خیلی آیدیاله. من هنوز منم و تا وقتی من هست اتفاق نمیفته. خوبه این دیزایر خوبیه که باعث بشه مدیتیشن تو بکنی، که باعث بشه این جلسات رو بیاری، که باعث بشه کتاب رامداس رو بخونی، که باعث بشه مایکل سینگر رو بشناسی. ولی آخر این دیزایر هم باید بره. هر موقع هیچی، فرض کن رامداس میگه، فرض کن یه کسی که هیچی نمیخواد، اصلا حتی نمیخواد اینلایتن بشه، پولم نمیخواد، کارشو میکنه، زندگیشو میکنه، علاقه شهرت میخواد نه قدرت میخواد، رسیده، این آدم رسیده، این آدم شده، این آدم enlightened. ولی ما میخوایم، چرا؟ به همون دلیلی که قبلا کیف و کفش رو میخواستیم، چون فکر میکردیم کیف و کفش خوشحالی بهمون میده. بعد کیف و کفش تبدیل به ماشین و خونه شد، بعد ماشین و خونه تبدیل به مدرک دانشگاهی شد، بعد تبدیل به ویزا و مهاجرت شد، بعد تبدیل شد به یه کار معنوی و به یه کار بزرگ و به این که من بالاخره عرفانی تر بشم. و در نهایت میبینی هنوز من دنبال تزیین کردن خودمم. تا وقتی دنبال تزیین کردن خودتی، حالا از هر روشی، به نتیجه‌ای که باید نمیرسه. چجوری میرسه؟ Just let it go. Just let it go. هر چی میخواد بشه بشه. من مدیتیشن هم میکنم، کار درونم میکنم. هیچ عجله، برعکس تو که میگی من عجله دارم، من میگم هیچ عجله‌ای هم براش ندارم. من دارم تو کار معنوی لذت میبرم. 1000 تا لایف تایم دیگه میام اینجا همینجوری خدمت میکنم. چی بهتر از این؟ 2 نفر داشتن مدیتیشن میکردن. دوستان لطفاً گوش کنید. 2 نفر داشتن مدیتیشن میکردن. اینا اولین بار دارم این داستانو میگم. یکیشون نشسته بود زیر درخت، چشمشو بسته بود، سفت داشت مدیتیشن میکرد، نفس میکشید، برث ورک میکرد خیلی عمیق. بعد یه استاد بزرگ زن مستر از کنارش رد شد، بهش گفت ببینم برای چی داری مدیتیشن میکنی؟ گفت میخوام به انلایتنمنت برسم. گفتش که خب خوبه، همینجوری ادامه بده، 4 تا لایف تایم دیگه میرسی. گفت 4 تا لایف تایم دیگه؟ بیچاره شدم، میدونی چقدر سخته، من اصلا نمیخوام. برو بابا، 4 تا لایف تایم دیگه، دیوونه شدم. گفت خب نمیخوای هیچ. یه ذره اومد جلوتر، دید یکی دیگه داره اسم خدا رو میگه، بشکم میزنه، میرقصه، آسمون رو نگاه میکنه، کیف میکنه، همینطوری انرژی در. گفت چیکار داره میکنی؟ گفت میخوام به انلایتمنت برسم. گفت بذار بهت بگم 1200 لایف تایم دیگه میرسی. گفت واقعا؟ جون شروع کرد دست زدن، رقصیدن، آواز خوندن. چرا؟ چون داشت لذت میبرد از مسیرش. لایف 1200 تا لایف تایم دیگه هم حاضر بود همین لذت رو ببره. چه عجله ایه؟ اینم ایگو. برسیم. یالا نرسیدیم هنوز.
چند تا مدیتیشن دیگه. آقا ول کن، زمان نداره، اینجور چیزا زمان نداره. من به دوست عزیزی که سوال پرسید گفتم به محض اینکه میگی کی وارد ایگو شد، وارد ذهن شد، زمان نداره، هر موقع شد. کی میرسیم؟ هر موقع رسیدیم. کی میشه؟ هر موقع شد. هر موقع دیگه از این سوالا نپرسی میرسیم. هر موقع نخوای برسی میرسی. هر موقع برات مهم نباشه پیش میاد. پس توی یه لول آرزوی enlightenment، آرزوی رسیدن، آرزوی شکوفایی بسیار خوبه، خیلی بهتر از خیلی آرزوهای دیگه است که خیلی ها دارن. ولی توی یه لول دیگه وقتی میرسی باید رهاش کنی، بره. نمیتونی با خودت ببریش. رسیدی اونور رودخونه، قایقو نمیذاری رو دوشت با خودت ببریش. تموم شد دیگه. آرزوت برای این بود که تو رو برسونه تا اونور رودخونه، برای این بود که بشونتت پای مدیتیشنت. ولی اگر داری مدیتیشن میکنی که به جایی برسی، دقیقاً بر علیه نیت مدیتیشن داری کار میکنی. نیت مدیتیشن اینه که آقا من بشینم به مدت زمان مدیتیشنم هیچی نخوام، حتی نخوام آروم بشم، حتی نخوام ارتباط برقرار کنم، حتی نخوام تجربه خاصی داشته باشم، هیچی. میشینم که نشسته باشم، که مدیتیشن کنم، که مدیتیشن کرده باشم. از تیک نات هان پرسیدن چرا مدیتیشن میکنی؟ گفت چون دوست دارم. از ما بپرسن میگیم به خاطر اینکه خب میخوام زودتر انلایتمنت بشم، برام ببینم اون دنیا چه خبر. هیچ خبری نیست. از یکی دیگه پرسیدن چرا، از شرین سارگاداتا پرسیدن چرا مدیتیشن میکنی؟ گفت چرا نکنم. میبینی تا وقتی دلیل داری، تا وقتی دنبال یه چیزی هستی، داری از مدیتیشن و از ابزار معنوی استفاده میکنی برای رسیدن به یه چیزی. حالا اون چیز همچنان در نهایت رضایتمندی خودته. و تا وقتی این توه وجود داره، تا وقتی این مترسکه وجود داره، که اپیزود جدید پادکست این نقطه اصلا در مورد این توه است که واقعا وجود نداره. تا وقتی این توه این وسط داره میرقصه و اینو میخواد و اونو میخواد، اوضاع خرابه. کارت درسته، مسیرت درسته، عجله رو بذار کنار و با شوق کار درونی تو انجام بده. با شوق خدمت کن. شوق داشته باشی زندگی خیلی خوبتر پیش میره. شوق داشته باشی خیلی اتفاقات سریعتر میفتن. شوق داشته باشی بیشتر بهت خوش میگذره. شوق داشته باش. با شوق زندگی کن. با عجله مدیتیشن نکن. اگه با عجله میخوای مدیتیشن کنی، مدیتیشن نکن. بشین و در قلبتو باز کن. هر موقع میرسم رسیدم، هر تجربه‌ای به دست آوردم. هر چی تو برای من بخوای. چشتو میبندی و شروع میکنی نفستو دنبال کردن. این میشه تمرین تو.